رسیدیم به روز دهم چالش 21 روزه کتو برای لاغری و تناسب اندام. تقریبا نصف راه رو با هم اومدیم و الان وقتشه یک نگاه متفاوت به برنامه‌مون داشته باشیم. امروز هم غذاهای جدید داریم و هم یک نکته خیلی خاص برای تنوع و انگیزه بیشتر توی رژیم. امروز روز رو با یک املت خوشمزه شروع می‌کنیم. قارچ، اسفناج و پنیر گوسفندی. این ترکیب ساده و سریع پر از پروتئین، چربی‌های سالم و فیبره که حسابی انرژی میده. ناهار امروز بوقلمون سرخ شده با سس خامه و سبزیجات کم کربوهیدرات داریم. این ترکیب هم سبک و هم خوشمزه است و هم توی کتوز نگهت می‌داره. میتونی از کدو و بروکلی برای سبزیجات استفاده کنی که هم مغذی هستن، هم رنگ و لعاب قشنگی به غذات میدن. شاممون یه غذای دریایی خوشمزه است. میگو با کره و سیر کنار یک سالاد فصل. میگو پروتئین بالایی داره و کره و سیر هم طعمش رو فوق‌العاده میکنن. سالاد فصل رو با سبزیجات کم کربوهیدرات مثل کاهو، خیار و آووکادو آماده کن. و نکته طلایی امروز اینه که برای اینکه رژیم کتو رو با لذت بیشتری ادامه بدی، هر چند وقت یک بار طعم‌های جدید رو امتحان کن. یه پنیر متفاوت، یه ادویه خاص یا حتی یک نوع غذای جدید به چالشت اضافه کن. همین تغییرات کوچیک انگیزت رو بالا میبره. امروز کدوم وعده غذا رو امتحان می‌کنی؟ نظرتو توی کامنت‌ها برام بنویس. فردا قراره بریم سراغ ایده‌های تازه‌تر. پس حتما همراه من باش.